از اینکه تو مرا گمراه کردی، من برای آنها در زمین زینت میتیم، یعنی باطل ها رو زینت میدهم و این چونین همه آنها رو گمراه میکنم به جز بنده های مخلصت. و ببینید که امروز سبحان الله همین زمان رو میبینید یک دخترک زیب و زینت خود را برای کوچه خیلی برای خود یک چیزی فخر و خوشروگی میبیند. شما سراینده ها رو ببینید، شما آنهایی که بر علا حرام میخورند و حرام مینوشند ببینید، با فخر و با تکبر در کوچه ها میگردند، در بین مردم صحبت میکنند و از آن بعضی ها از آن حرام های خود حتی به مردم تعریف میکنند. شاید ذره از خیال آنها نگذرد که این کاری که میکنند خیلی بد است، خیلی بد است. یا مثلا آنهایی که سبحان الله امروز بعضی ها هستند که حرام های